برنامه‌نویسی سخته؟ سلام، من علیرضا نیکچو هستم و خوش اومدید به کانال من. ما هر آنچه در مورد برنامه‌نویسی هست رو اینجا در موردش صحبت میکنیم. پس برای اینکه دیتایی رو از دست ندید، لایک، سابسکرایب و زنگول یادتون نره. بریم که داشته باشیم. برنامه‌نویسی سخته؟ این یکی از سوالاتیه که زیاد ازم پرسیده میشه. بذارید با یه مثال جلو بریم. دوچرخه سواری سخته؟ اگه سخته پس چرا همه بلدنش؟ اگه سخت بود که همه نمیتونستن یادش بگیرن، درسته؟ ولی همه بلدن. اما یادتونه وقتی میخواستیم یادش بگیریم چقدر اذیت شدیم؟ اذیت شدیم در حالی که دوچرخه راندن اصلا سخت نیست، درسته؟ اول کار پس ممکنه سختمون باشه یه مقدار، اما به معنای این نیست که برنامه‌نویسی سخته. اما من بهتون اطمینان میدم هر کسی، تکرار میکنم، هر کسی میتونه برنامه‌نویسی رو یاد بگیره، فقط به یه شرط، که تو اولین باری که زمین خورد ول نکنه بره، بیخیال نشه. پس همه میتونن یادش بگیرن، فقط کافیه که سمج باشید. خیلی هم راحته. برای آموزش برنامه‌نویسی فقط کافیه که تو مرورگر خودتون بنویسید علیرضا نیکچو به اضافه مکتب خونه و دوره‌های آموزش برنامه‌نویسی براتون بالا میاد. میتونید انتخاب بکنید و برنامه‌نویسی رو به زبان بسیار ساده و راحت یاد بگیرید. لینکش رو هم همین زیر براتون قرار میدم. لایک، سابسکرایب، زنگول یادتون نره. مخلصیم. ارادت.